امروز رفتم بنزین بزنم، یه شنبه است دیگه. یه شنبه بنزین به نسبت روزای دیگه ارزون تره. آره. بعد یه دفعه یادم افتاد که وقتی اومدم سوئد، این جزء یکی از چیزای خیلی بولدی بود برام که چرا قیمت بنزین هر روز تغییر میکنه و هر پمپ بنزینی که بری یه قیمت متفاوتی بهت میده. آره، حتی توی یه روز اگه بخوای بنزین بزنی و بری پمپ بنزین‌های مختلف میتونی قیمت‌های مختلف ببینی. حالا این نه تنها در سوئد هست، توی خیلی از کشورهای اروپایی آره، همین آره، جوریه. آره. و خب دلیلش که توی یه روز پمپ بنزین‌های مختلف قیمتشون متفاوته که به خاطر اینه که کمپانی‌های مختلف پمپ بنزین‌های مختلف رو ران میکنن و قیمت‌های مختلفی میذارن. آره، به خاطر همین برام خیلی جالبه که یه بار دیگه فلش بک بکنیم به اون تفاوتایی که وقتی که از ایران اومدیم با وارد سوئد شدیم باهاش مواجه شدیم. آره، احتمالا خیلی ها شما یادمون رفته ولی جالبه یه ذره بهشون فکر کنیم. یه سری از تفاوت‌ها خیلی به هوا ربط دارن. مثلا اینکه وقتی آدما تو تابستون یا هر زمان دیگه یکم آفتاب میبینن، همونجا تو آفتاب سعی میکنن از آفتاب استفاده آخ کنن. آخ آخ، من یادم یه دفعه منتظر اتوبوس بودم، یه خانومه رو دیدم بغل دستم وایساده، بعد خیره به سمت آفتاب صورتشو کرده ولی چشاشو بسته. گفتم وا، این چرا مثلا 10 دقیقه است من اینجا وایستادم، 10 دقیقه داره خیره به آفتاب نگاه میکنه. بعدها گذشت و گذشت و گذشت، خودم جز اون آدمایی شدم که تا میبینم آفتاب میشه سری صورتم رو به آفتاب میکنم یه ذره ویتامین دی بگیرم. آره دقیقاً. حتی هر وقت تو خونه هم یه مقدار آفتاب از پنجره میزنه تو، من زود میدوام میرم اونجا و سعی میکنم یکم آفتاب بگیرم. دیگه چی یادت میاد؟ بید راجب غذا چیزای جالبی توش هستش. اون اوایل که استخدام شده بودم، خب یه فرنگی هستش، خب با موقع وقت ناهار با همه همکارات میرین غذا میخورین. اگه آره، غذا مثلا از خونه نیورده باشین میرین رستوران آره، غذا آره. میخورین. بعد ما با همکارامون رفتیم تو صف وایساده بودیم که غذا بگیریم. یه آقایی که حالا هولوحش 70 سالش هستش الان، همکار من بود اون موقع، دیدم غذا رو کشید، بعد به جای آب یه بطری شیر برداشت. بعد من گفتم وا، مگه میشه اینا که دوغ نمیخورن که شیر چی برداشته؟ بعدا از یکی از همکارام که خیلی وقت اینجا زندگی میکنه گفت این خیلی نرماله که توی سوئد با غذاهاشون شیر میخورن. آره، چیزیه که خیلی عجیبه تو فرهنگ غذای ایران. شیر با غذا خیلی نرمال نیستش. دوغ ما میخوریم ولی شیر آره. برا من هنوز جا نیفتاده که بتونم شیر آره، بخورم. حالا دوغم قضیه جالبیه. من به سوئدیا، دوستای سوئدیم، همکارای سوئدیم دوغ دادم، همشون بار اول دوستش ندارن چون گازدار یا بیگاز؟ فکر کنم گازدار نبود ولی همین حس شور و ترش رو خیلی باش آشنا نیستن. اون مزه شور و ترش براشون یه مقدار اولش عجیبه. ولی خب یه سریشون دوست هم داشتن ولی بار اول یکم براشون عجیب بوده. توی غذاها چیزی بوده که اکسپریانس؟ مطمئناً بوده. چیزایی که الان یادم میاد، یکی سوپ ماهی اولا اسمشو که میشنیدم خیلی برام عجیب بود. خب سوئد یه کشوری که غذای دریایی خیلی زیاد داره، مخصوصا اگه گوتنبرگ زندگی کنی، شهر ساحلی. و وقتی میگفتن سوپ ماهی یه چیز عجیبی تو ذهنم بود، حتی انقدر دوستش نداشتم که بهش هم فکر نمی‌کردم برم ببینم این غذا چجوریه. بعد خیلی بهم گفتن خوشمزه است، بعد شروع کردم خوردن. یه چیز خیلی خوشمزه، چرب کریمی خامه داره توش. اینی که با سلمونه؟ آره، با سلمونه که سوئدی‌ها بهش میگن لکس، ماهی سالمون. بعد توش چیزای دریایی، موجودات دریایی دیگه داره، صدف داره، بعضی وقتا شریمپ داره، ولی خیلی کریمی و خیلی خوشمزه است. خیلی خیلی توصیه میکنم سوپ ماهیو. دیگه پیتزای موز. پیتزای موز من نخوردم. پیتزای موز خیلی معروفه که سوئدیا میخورن. دیدی ولی احتمالا امتحان نکردی چون اینم خیلی عجیبه.
فکر کنم تو پیتزای هاوایی رو می‌خواستی بگی. پیتزا با آناناس رو می‌خواستم پیتزای بگم. هاوایی آره. البته که پیتزای آناناس دیگه البته اینم فکر کنم تو ایران فکر کنم میخورن. خیلی نرماله زمانی که الان. ما اومدیم حالا 15 سال پیش پیتزای آناناس حداقل من تو ایران نخورده بودم. آره نمیدونم شاید هم یادمون رفته، ولی پیتزای موز باز یکم شاید متفاوت تر باشه، ولی معروفه که یه چیز سوئدیه. بعد روش یعنی شکلات میریزن یا موز و پنیر پیتزا؟ نه مثل همون هاواییه، مثل همون اونی که من خوردم مثل هاوایی بود، به جای آناناس روش موز داشت. بعد کالباس و اینا هم داشت یا نه؟ گوش داشت فکر کنم اونی که من خوردم. دوست داشتی؟ ببین کلا این ترکیب شور و شیرینو من ایران خیلی دوست نداشتم، مخصوصا توی کلا وعده‌های غذایی ما حتی تو خونمون بیشتر چیزا ترش و شور بود. حتی مثلا فسنجون ما بیشتر به طرف ترش میرفت، یا آلبالو پلو، غذاهای شیرین خیلی نرم نبود. برای همین ترکیبات شور و شیرین اصلا چیزی نبود که من باش آشنا باشم. ولی اینجا خیلی از اون ترکیبات رو باش آشنا شدم، مثلا استیک یا گوشت با مربا با ژله. آره. این یه ترکیبیه که میبینی. پنیر و عسل که خیلی ترکیب خوشمزه‌ایه، مخصوصا پنیر بز با عسل خیلی خوشمزه میشه. پنیر و انجیر اینا ترکیبات جالبی هن. ولی یه چیز دیگه، یه غذای دیگه که اونم برام جالب بود، سوپ و پنکیک و خامه. سوئدیش اون سوپو بهش میگن ارتسوپا، سوپ نخود. اونم خیلی جالبه. جالبش از این نظره که خب نه که اینا رو قاطی کنن، سوپ سرو میشه، بعد شما به عنوان دسرش پنکیک و خامه میخوری. همیشه بر من سوال بود که خب تو که داری پیش غذا رو میخوری به عنوان سوپ، دسرم میخوری به عنوان پنکیک، اون غذا اصلیه چی میشه؟ بعد جالبش اینه که پنجشنبه ها تو رستوران ما اصولاً فکر کنم این همیشه پنجشنبه هاست، نه؟ زمستونا پنجشنبه ها سرو میشه، یه ترادیشنه. سوپ نخوده. آفرین. و خیلی من دوست دارم، یعنی اگر در طول هفته نرم رستوران مثلا غذا خونه بیارم بخورم، پنجشنبه ها ما همیشه میذارم که برم با همکارام غذا بخورم و سوپ ارسوپا بخورم. دیگه چی تو تنقلات چیزی یادت میاد؟ چیز جالب؟ لاکریش دیگه. لاکریش همون شیرین بیانه، درسته؟ شیرین بیانه. فکر کنم شیرین بیان میشه توی فارسی، که خیلی سوئدی ها لاکریش میخورن. لیکوریس فکر کنم انگلیسیشه. آره لاکریش سوئدیشه، که اینجا سیاه رنگه، بعد ازش چیزهای مختلف درست میکنن، پاستیل درست میکنن، آب نبات درست میکنن، بستنیش هست و طعم شورش وجود داره و شیرینش. آره. شورش به نظر من خوشمزه. منم شورش رو خیلی بیشتر دوست دارم و اینم یکی از اون طعمایی بود که خیلی عجیب بود اولش، دیولپ شد. آره مثل خیلی از طعمای دیگه که برای آدم اولش سخته، مثل زیتون، آبجو، ولی کم کم عادت میکنی و دوست داری. من الان دوست دارم، مخصوصا شورش رو دوست دارم امتحان کنم. من میخواستم برم سفر، یکی از دوستامو توی آمریکا ببینم، بعد گفتم خب چه چیزی از سوئد ببرم که خاص سوئد باشه و خب دوست داشته باشه. یکی از این مجسمه‌های اون اسبا که حالا نشونه، آره از سوئدیه که نشونه سوئده بردم و لاکریس با خودم بردم. بعد خب اسبا رو دید، خود خوشحال شد و خوشش اومد و اینا. لاکریس رو با کلی ذوق و شوق فکر کنم مثلا چه شکلات خوشمزه‌ای باز کرد، بعد دادا رو درواسی هم داشت. همون لحظه گفت این خیلی دوست ندارن، مخصوصا بار اول. من خودم بار اول دوست نداشتم، ولی کم کم شروع کردم و دوست داشتم. دیگه چی یادمون میاد از چیزایی که به مواد حالا خوراکی مصرفی؟ من خوراکی یادم نمیاد. اسنوس راست میگی، اونم چیز جالبیه. اسنوس فکر کنم تو ایران یه مدلیش وجود داشته، من الان یادم نمیاد. فکر کنم جنوب ایران بهش میگن ناس. اون توی سمت پاکستان و هندوانه ولی بلوچستان اینا هم انگار استفاده میکنن. این در اصل، حالا شاید یه جایشو دارم اشتباه میگم مال ایرانو، ولی مال سوئد در اصل یه جور یه فراورده‌ای از تنباکوه
که به جایی که شما مثل سیگار بکشیدش، یعنی دودش رو استعمال کنید، اونو میذارید توی دهنتون، میذارید نزدیک لثتون و نیکوتین از اونجا جذب میشه. به اندازه یه بند انگشت من دیدم بعضیشو میذارن زیر. آره البته خب سایزهای مختلف داره و مدل‌های مختلف داره. غیر از این که حالا مثلا سایزش متفاوته، مقدار نیکوتین توش متفاوته. مثلا این بالشتک سفیدا میمونه. آره بالشت سفید کوچولو رو میذارن آره زیر دقیقاً. و به خاطر همین خیلی کم میبینی تو سوئد سیگار بکشن. حالا قوانین خاصی در مورد اینکه سیگار تو محیط بسته کشیده نشه، نزدیک محیط‌های بسته کشیده نشه، حتی بیرون وجود داره، ولی حتی بیرون هم نمیبینی که خیلی از آدما سیگار بکشن. سیگار اصلا احساس نمی‌کنی. نه، یکی از چیزایی که من اینو متوجه میشم وقتی میرم کشورهای دیگه، حتی کشورهای اروپایی دیگه میرم، اون موقع است که میفهمم آدما هنوز دارن سیگار میکشن. اینم خیلی جالبه. حتما استفاده کردی؟ تجربه اول که استفاده کردی؟ تجربهش کردم و حالا خوب فکر کنم از یه دوستی یاد کنیم که خیلی سعی میکنه همه تجربه کنن. یه لیست داره، همه رو میذاره تو اون بلک لیستش. آره هر دوستی رو که میاره بهش وقتی مستم هستن بهشون اسنوز میده و همه کله پا میشن. وای من خودم همین اتفاق سرم اومد دوباره. اوایل کارم بود تو شرکت، همین مهمونی افتر ورک داشتیم. حالا افتر ورک هم همون در واقع جمعه ها بعد ساعت کاری همکار دوره هم جمع میشن و حالا یه شامی با هم میخورن یا یه درینکی با هم میخورن و حرف میزنن و صحبت های غیر کاری اصولا هست دیگه. بعد به من اینا گفتن که اسنوس میخوای استفاده کنی. حالا منم یه ذره سرم گرم بود، منم خجالتی و رو درواسی و اینا گفتم که باشه استفاده میکنم. یه دونه گذاشتم، گفت فقط اینو زیاد زیر دهنت نگه ندار، زیر همین لبت نگه ندار. گفتم باش. بعد اینو گذاشتم و یه ذره اولش سرم شروع کرد یه ذره سرگیجه کردن، مثلا چقدر بعد 1 دقیقه شروع کرد سرم گیج رفتن اینا. بعد گفتم این چی باحاله، مثل قلیون میمونه و اینا. همجوری ادامه دادم نه دیگه خیلی سرم داره گیج میره. اینو در آوردم، وای چشمت روز بعد نمیده دیگه. حالم به هم خورد، نمیدونم. آره. سر درد گرفتم دیگه اصلا. آره منم تجربه اسنوز و مشروب داشتم که تجربه خوبی نبوده، ولی خب حالا جالبه، کلا کانسپت جالبیه. آره دیگه اگه کسی بدنش به نیکوتین عادت نداشته باشه اونو بخواد استفاده کنه، مثلا چون دوزای مختلف داره، اونو بخواد استفاده کنه و حواسش باشه زیاد نگه نداره. دقیقاً. حالا انگار یه مدلش هستش که مثلا اصلا تنباکو توش نداره، فقط نیکوتین داره، یه اسمی داره، من بهش میگن اسنوز سفید. انگار طعم داره، طعم میوه داره، ولی توش تنباکو نیست. نیکوتین رو از تنباکو فراوردگی کردن و به اون اضافه کردن. حالا این هم جالبه. خب اسنوس هم برای سوئد دیگه، درسته؟ جایی نیستش که مثلا کشورهای دیگه هم هست، ولی تو خیلی از کشورها انگار قانونی نیست اصلا. من یه دوست داشتم میگفت من وقتی میرم ایران برای دوستام اسنوس میبرم، کلی حال میکنم، خیلی خوششون میاد. حالا یه چیزی در مورد این اتفاقایی که با همکارا و اینا میفته گفتی، تجربه دیگه خنده‌دار چیزی باحال داری بگی؟ تجربه خنده‌دار راجب این فرایدی فیکا، اونم چیز جالبی میتونه باشه. چیزی الان بخوام خنده‌دار بخوام به ذهنم بیاد ندارم، ولی فکر کنم یه خیلی باید در مورد فیکا حرف بزنیم. فیکا این عادت یا این رسم سوئدیاست برای اینکه دور هم جمع شن، یه کافی بخورن، یه حالا مثلا کافی بریک در واقع. آره کافی بریک دقیقاً. بعد حالا توی کمپانی‌های مختلف متفاوت، روزهای مختلف اتفاق میفته زمانش. بعضی وقتا اصلا تو کلندرمون داریم که اون زمان فیکاس، دور هم جمع میشیم کافی میخوریم. بیشتر وقتا من یادم میاد جمعه ها این اتفاق وقتی میافتاد یه کیکی وجود داشت، یه شیرینی باش وجود داشت. ما که قشنگ یه لیستی داریم. آره. هر کسی هر هفته موظفه که
اون کیک بیاره. بعد تازه هم بهش هم رتبه بندی میکردیم. اگه مثلا خودش درست کرده بود بالاترین رتبه رو میگرفت. اگه مثلا توی کیسه پلاستیکی بود یعنی دیگه یعنی به اونم رفته از یه جای سوپرمارکتی چیزی گرفته. ولی اگه توی دونه پاکت کاغذی بود یعنی رفته از شیرینی فروشی گرفته، باز امتیازش بالاتر میشد. بعد تازه انقدر این قضیه مهمه فیکا توی شرکت ما که ما یه فیکا پلیس هم داریم که شما دیگه خیلی جدی میگیریدش. اون موظفه که یادآوری بکنه به آدما که هفته دیگه که چه کسی نوبتشه و اگر اون طرف نیاره چه کسی اون جای اون یکی میاره. خلاصه چیز خیلی مهمیه. آره من فکر میکنم حتی برای سوئدیا از نظر حق کارگر هم مهمه و برای این جنگیدن. من یادمه توی یه کمپانی کار میکردم و وقتی نمیرفتم فیکا، بعضی از اونایی که یکم قدیمی تر بودن میگفتن که حتما بیا، این خیلی برای ما مهمه چون ما برای این جنگیدیم، برای اینکه بتونیم این زمان رو برای خودمون تو کار داشته باشیم. یعنی از نظر فرهنگ کارگر و کاری اونجوری هم مهمه برای سوئدیا. مثلا تو خط تولید ولوو قشنگ تایم، یعنی رأس یه تایمی دقیقا یادم نیست 9 یا 9:15 به اندازه 12 تا 13 دقیقه وقت فیکا دارن رست میکنن دیگه و اون تایم اصلا قشنگ ثابت شده است. باید اون طرف بشینه برای خودش، حالا هر کاری که دلش میخواد انجام بده، یه کافی بگیره یا موبایلش رو چک کنه، ولی اون تایم بریکه. میفهمم، متوجهم. آره حالا در مورد فیکا باید بیشتر حرف بزنیم، ولی در مورد این اتفاقایی که با همکارا میفته، برای من یه چیزی که اون اولا یکم عجیب بود این بود که توی این اکتیویتی ها، توی این کارهایی که با هم دیگه میکردیم، مثلا بعضی وقتا رفتن مثلا به سونا، بعد خب تو سونا هم خیلی راحتن سوئدیا دیگه، بعد میرفتی بعد مثلا سوپروایزرت بود، همکارت بود، بعد لخ بودن، این یه ذره اون اولا آکوارد بود، عجیب بود. آره برای که از ایران می اومدیم و همه چیز جدا بود، بعد مثلا می‌خواستیم مثلا با رئیست چه می‌دونم برین یه اکتیویتی داشته باشیم، مثلا استخر برین یا حالا هر چی، عجیب بود. آره خب یه ذره اینا الان یادمون رفته، عادی شده، ولی خب اولا خیلی عجیب بود. دیگه چیزای جالب، من داشتم به کلا اتفاقات خرید و سوپرمارکت و اینا فکر می‌کردم، اونا هم چیزای جالبیه. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود، من اینو متوجه شدم وقتی که میری چیزایی که خریدی رو حساب کنی، خیلی از سوئدیا کاری که میکنن، اون محصولاتی که میذارن روی اون بلته که اون کسی که توی اون کشیره بخواد اونا رو اسکن کنه و حساب کنه، اونا رو جوری میذارن که بارکداش دیده بشه و اون کسی که توی کشیر نشسته و میخواد حساب کنه خیلی راحت بارکد رو برداره و اون رو اسکن کنه بدون که بچرخونه. آره دقیقاً، و این خیلی جالب بود. اما خودمون هم کار میکنیم دیگه. آره الان برای من عادت شده. بعد این اتفاق خیلی خیلی جالب میشه وقتی میری کشورهای دیگه. من یه بار سوئد نبودم، جای دیگه بودم، بعد این کارو کردم، بعد کشیر خیلی خوشحال شد، خیلی اصلا بال در آورد، گفت من خیلی متشکرم که شما این کار. چه جالب. سیستم صف بستن هم که دیگه خیلی معروفه دیگه. آره اون که فقط تو سوپرمارکت نیست، همه جا. آره قشنگ یه دفعه یکی از همکارام میگفت ما سوئدیا خیلی دوست داریم تو صف وایسیم، اصلا بعضی موقع دلیلش هم نمیدونیم، فقط میبینیم یه نفر وایساده میگیم خب پس ما بریم دنبالش وایسیم. آره بله. این خیلی کمک میکنه به اینکه کار بهتر پیش بره. اون کسی که داره کار رو راه میندازه، وقتی آدما دونه دونه میرن پیشش دیگه گیج نمیشه. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که آدما میدونن چه زمانی نوبتشون میشه. خیلی به نظرم نظم کلا جاهای مختلف و صف بستن بهش خیلی کمک میکنه. بعد یه چیز خیلی خوب اینه که حتی اگه تو کارت خیلی کوچیک باشه، فقط یه سوال کوچیک بخوای بپرسی، بازم تو باید تو اون صفحه وایسی. آره. من رفته بودم ایران چند سال پیش، بعد برا من این خیلی عجیب شده بودش که نوبت من بود، رسیده بودم به سر صف، یه کار بانکی داشتم، بعد یه نفر دیگه اومده بود همینجوری هی سوال میپرسید، بعد خب منم روم نمیشد بهش بگم که
چرا تو حرف میزنی؟ منتظر بودم کارش تموم شد، ولی همینجور بدون اینکه حالا صف یا نمره بگیره اومده بود اون کنار وایساده بود و سوالش رو میپرسید و فکر میکرد چون فقط یه سوال داره میتونه بیاد اونجا و در واقع اون تایم دقیقاً. ولی این باعث میشه که خیلیایی که تو صف وایسادن بیشتر اونا مجبور شن که کارشون عقب بیفته. چیز دیگه ای که یادم میاد برگردیم به سوپرمارکت. آره سوپرمارکت خیلی جالب باید یادمون بیاد. آره من دانشجو بودم، بعد برام خیلی خیلی متفاوت بود که این روزنامه های چیزو یادته؟ هنوزم هستش روزنامه های سوپرمارکت ها. روزنامه های خب حالا الان یه ذره دیجیتالایز شده و اپ و اینا هستش، ولی روزنامه میومد خونت، پشت در خونت مینداختن از سوپرمارکت های مختلف که مثلا این هفته قیمت مثلا شیر انقدر ارزون شده. آره. حالا ارزون شده به این معنی نیستش که شیر داره خراب میشه. نه ببین فکر کنم به دلایل مختلف، احتمالاً مثلا توی انبارشون بیشتر دارن یا تولید بیشتر بوده یا میخوان باعث این بشن که آدما بیشتر بیان اون شیره رو بخرن، چیز دیگه بخرن. خیلی دلایل مختلف توشه، مارکتینگ، دلایل مارکتینگ و دلایل دیگه توش هست. ما دانشجو بودیم گفتیم خب بریم نگاه کنیم ببینیم کدوم سوپرمارکت چه چیزی ارزان‌تر میده، بریم از اونجا بخریم دیگه. اینم چیز جالبیه ها که سوپرمارکت‌های مختلف قیمتاشون خیلی متفاوته. حتی مثلا یه سوپرمارکت که شعبه‌های مختلف داره، یه جنس توی اون یه کمپانی هم متفاوته بعضی وقتا توی برنچ‌های مختلفش، توی شعبه‌های مختلفش. مثلا ایکا مکسی قیمت یه سری چیزاش با ایکای نعرا که نزدیک خونه هاست متفاوته. مثلا همون شیره دقیقاً. خب اینم خیلی جالبه. آدم بعضی برای من جالب بود اولش، برای من هرس‌درا بود تا این. بعد یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه این که مثلا وقتی شیرهای مختلف دارن که قیمتاش متفاوته، همون شیره ولی کمپانی‌های مختلف دارن ارائهش میدن، بعد قیمتشون متفاوته. بعضی وقتا میبینی 3 جور 4 جور شیر هست، شیر همش مقدار فتش چربیش یکیه، هیچ فرقی ندارن، ولی چون کمپانی‌های مختلفن قیمتش متفاوته. بعد بعضی وقتا سایزهای اینا متفاوته، قیمتاش متفاوته. چیز خیلی جالبی که تو سوئد برای من خیلی جذاب بود از اول این بود که قیمت پر لیترشو اون پایین می‌نویسه زیر قیمت. شما لازم نیست خودت حساب کنی که پس این به صرفه تره یا اون یکی به صرفه تره. شما پر لیترشون رو میتونی مقایسه کنی. من هیچ وقت هم چیز دقت نکرده بودم. مطمئنم دیدی، امکان نداره. حتما که دیدم، ولی تقریبا برای تمام اجناس تو تمام سوپرمارکت ها، حالا اگه مثلا پر لیتر باشه، پر گرم باشه، پر دونه باشه، همه این مقدار یونیتشون رو حساب کردن و نوشتن. شما میتونی به راحتی اونا رو مقایسه کنی. آره چه جالب. چیز دیگه که یادم میاد، حالا به خود سوپرمارکت ربط نداره ولی به رفتن، الان که در مورد سوپرمارکت حرف می‌زدیم یاد این افتادم که وقتی وارد یه جای میشی یا خارجش میشی، این که اگه یه نفر دیگه همون موقع داره در وارد میشه، درو برات نگه می‌داره. آره اینم خیلی چیز خوبیه. آره این خیلی فرهنگ جالب سوئدیه که آدما وقتی از در رد میشن، حتی اینجوری نیستش که اگه کسی پشتشون باشه درو باز نگه میدارن، برمیگردن و نگاه میکنن. و این برای منم عادت شده. و باز دوباره وقتی میرم جاهای بیرون سوئد، چون تو خود سوئد که خیلی عادیه همه انجام میدن، خیلی عجیبی نیستش، بیرون سوئد خیلی آدما براشون جالبه این فرهنگه که میبینن من درو براشون نگه میدارم، یا حتی اگه مثلا یه چند ثانیه طول میکشه که اون آدم برسه به در، من در رو براشون نگه میدارم، خیلی احساس خوبی دارن که چقدر خوب به ما مثلا تشکر میکنن. دقیقاً. حالا من یه چیز دیگه هم یادم اومد، توی اتوبوس وقتی تو اتوبوس وارد میشدی میخواستی بری یه جایی بشینی، اصولا خب فرقی نداشت دیگه، اگه صندلی خالی بود میرفتی صندلی خالی، معمولا نزدیکترین صندلی خالی که میدیدی و میشستی، فرق نمیکنه که بعدا کسی من توش باشه. متوجه شدم که
آدما ترجیح میدن که برن صندلی خالیه رو پیدا بکنن و کسی بغلشون نشینه آره که حالا باهاشون این صحبت خیلی بکنه سوئدیه، یا خیلی سوئدیه. اینتراکت داشته باشه. دقیقاً آره. دقیقاً دقیقاً ما اتفاق کلی کانورسیشنامو توی ایران توی اتوبوس با آدمای دیگه تو منظورته. تاکسی و آره از آره ولی اون اقتصاد اتفاق و پالیتیک و اینا میبینی. نه اون اتفاق تو سوئد نمیفته. کلا فاصله اجتماعی یه ذره تو سوئد بیشتره بین آدما. آره. و خب خیلی جالبه اگه نگاه کنی اتوبوس‌ها چجوری پر میشن. اول تمام صندلی‌ها، یعنی تمام صندلی‌های دوتایی یه دونه‌شون پر میشه، بعد به سختی آدما شروع میکنن میرن پیش بقیه میشن. حتی من هم برام الان ترجیح اونه که جایی بشینم که کسی نیست و وقتی میخوام برم کنار یکی بشینم وقتی اتوبوس پره یه ذره برام عجیبه. خیلی جالبه که آدم تغییر میکنه. برای من سختش اینه که مثلا میخوام پیاده بشم باید به طرف بگم ببخشید میشه مثلا بری کنار من پیاده بشم. ببین خیلی چیز عادیه ولی نمیدونم به خاطر همین فرهنگه که آدما جدا میشینن انگار یکم ما هم رومون تاثیر گذاشته شده. آره و برام راحت مثلا نیست. اسپورواین میشه همون ترام. اگه ترام یا اتوبوس خالی باشه تو نشسته باشی یکی بیاد بغلت بشینه خیلی آکوارده، خیلی عجیبه، اصلا حس خوبی نداره. آره، این همه صندلی خالی در صورتی که وقتی ایران بودیم به این موضوع اصلا فکر نمی‌کردیم. نه ایران آخه اینقدر جمعیتش زیاده که اصلا صندلی خالی باقی نمیمونه، همه پر میشه میشینه. آره. ولی خب کلی کانورسیشن توی همون اتوبوس و توی اسپورواین و اینا اگه تو ایران باشه تو مترو انجام میشه دیگه. آره. ببین کانورسیشن ها با آدمایی که نمیشناسی اونجاها اتفاق نمیفته تو سوئد. بیشتر اونجور کانورسیشن ها توی بار و پاب و جایی که آدما یکم درانکن اتفاق میفته. آره یه ذره آره لایف بیشتر میشه حرف میزنه. آره مخصوصا برای سوئدیا وقتی که یه مقدار چون آدمای خجالتی دیگه، من خودم هم توی اون کاتگوری هستم. خجالتی هستیم. ببین من فکر کنم اولش که خب یه جورایی به صورت فرهنگی ولی آره میفهمم سوالتو دلیلش چیه. ببین برای خیلیا این یک شاک فرهنگیه که چرا سوئدیا ارتباط نمیتونن خوب بگیرن و بعضیا از اون به ریسیزم من باهاش کاملا مخالفم. خودم به نظر من اصلا ربطی به ریسیست بودن نداره. سوئدیا بیشتر یه جورایی شاین توی ارتباط اول برقرار کردن و اینکه میخوان احترام بذارن به پرایوسی. خیلی خیلی این توشون قویه. این که نمیخوان دقیقاً پرایوسی تو رو تحت تاثیر قرار بدن باعث میشه که فاصله اجتماعی رو بیشتر داشته باشن یا نگه دارن و اتفاقی که میفته انتظارشون هم اینه دیگه، فاصله اجتماعی رو باهاشون رعایت کنی. و خب وقتی که توی محیطایی مثل بار و اینا هستی یه ذره اون گارده انگار میفته. و وقتی تو سفر میری تو سفر هم خیلی جاهایی منظور چیه؟ مثلا وقتی میری یه سوئدی رو یه جای دیگه میبینی؟ آره خیلی یه دفعه مست نبودن؟ نه خیلی یه دفعه وای این خاطره حتما باید بگم. یه دفعه رفته بودم دوباره آمریکا، بعد کلی خوشحال و ذوق داشتم که آخ چون دارم تنهایی میرم آمریکا و اکسپلور میخوام بکنم و اینا. یه هاستلی گرفته بودم، هاستلی بودش که یه نفر دیگم اون اتاقو با من شیر میکرد. بعد رفتم اونجا و در باز کردم دیدم کسی نیست. بعد یکی دو ساعت یه دختری اومد تو اون اتاق و مثلا شروع کردیم با هم صحبت کردن. دختر بلوندی بود، انگلیسی با هم صحبت کردیم. بعد منم خوشحال بودم که آخ چون اومدم از سوئد بیرون یه کشور انگلیسی زبان و چقدر حال میده با هم انگلیسی حرف میزنی و اینا. کلی ذوق داشتم. بعد دختره ازم پرسید که تو از کجا میای؟ گفتم که من از سوئد میام. گفت منم سوئدی هستم کمی پروتستانت. بعد دیگه شروع کرد با من سوئدی حرف زدن. گفتم نه من نمیخوام. آره موافقم، ولی از یه طرفی هم سوئدیایی که سفر میکنن یه مقدار سوئدیایی هستن که از نظر سوشیال اکتیو ترن. اینم میتونه دلیلش باشه.
مطمئنا وقتی میریم خارج از سوئد، سوئدی که میبینتمون و همزبونش رو میبینه شاید دوست داره بیشتر با همون حرف بزنه، ولی منظورم اینه که کلا اونایی که سفر میکنن آدمایین که شاید تو سوئد هم ببینیشون بیشتر بخوان از نظر سوشال بهت نزدیک بشن. البته من یه چیزی خیلی به نظر من مهمه باید بگم، اینو که وقتی که با یه سوئدی حرف بزنی خیلی روابط اجتماعیت متفاوت و حتی میتونم بگم جذابتره تا اینکه با اون طرف بخوای انگلیسی حرف بزنی. درسته که سوئدی‌ها خیلی انگلیسیاشون خوبه، ولی اصلا خب سوئدی‌ها انگلیسیاشون خیلی خوبه، ولی خب اصلا دوست داره طرف مثلا جمعهش که دیگه حالا کار نمیخواد بکنه با یکی حرف بزنه که باهاش سوئدی حرف بزنه. من حتی اینجوری بگم، من تا حالا این حسو نداشتم که اگه بخوام باشون انگلیسی حرف بزنم اونا دلشون نخواد حرف بزنن. میدونی معنیش این نیستش، ولی مطمئناً خودآگاه و ناخودآگاه تو هر نشنالیتی که نگاه کنی، ملیتی که نگاه کنی، وقتی زبون خودت باهات حرف بزنن تو ارتباط خیلی بهتری میتونی باشون برقرار کنی. کلی جوک میگن، کلی چیزای بامزه میگن که خیلی از اونا رو ما نمیتونیم بفهمیم توی زبون دیگه. برای همین اصلا عجیب نیستش، ولی به صورت کلی سوئدی‌ها خیلی خوب همشون انگلیسی حرف میزنن. آدمایی هستن که حتی بارها شده من وقتی میرسم بهشون و یه مقدار سوئدی حرف میزنم و تغییر میدم به انگلیسی و انگلیسی حرف میزنم، خیلی آدمایی هستن که درک میکنن، میدونن که واقعا خب لازم نبوده شاید برای من که خیلی خیلی زیاد سوئدی رو یاد بگیرم به خاطر محیط کارم، به خاطر اینکه همه بلد بودن و اینو بیان میکنن، یعنی این درکو دارن که میگن نه به نظر ما اوکیه، تو میتونی اینجا با انگلیسی زندگی تو پیش ببری، با همه ارتباط برقرار کنی و این خیلی جالبه که این درکو دارن. و اینکه خب الان کلی کمپانی اینترنشنال هستش و زبان کمپانی‌ها تو سوئد انگلیسی. آره. خب خیلی از اون بحث تفاوت‌ها دور نشیم، یه تفاوت دیگه داری بگی بریم؟ تفاوت دیگه این قسمت هایرارکی. راست میگی، اونم چیز خوبیه. تو صحبت کردن مثلا کسی رو تو شما خطاب نمی‌کنی. آره همه تو هستن. و اینکه همه رو به اسم کوچیک صدا می‌کنه. حالا طرف میخواد سی او شرکت هم باشه، وقتی میخوای بهش نامه بزنی مستر فلان نمی‌نویسی، همون مثلا اسم کوچیکشو میگی. من با این خیلی راحتم. عجیب بود. اولش عجیب بود، مخصوصا وقتی از دانشگاه شروع کردیم. فکر کن مثلا استادت که پروفسور رو تو مثلا بهش میگی تو ماس مثلا این کارو کن اون کارو کن، یا انقدر راحت کنارشون هستی، انقدر نزدیکی باشون. من اینو خیلی دوست دارم و من اصلا اون مدل آقای فامیلی رو دوست ندارم و وقتی اینو میشنوم برام یه ذره عجیبه. حالا من یه خاطره دیگه هم به ذهنم اومد، جالبه الان اینا رو داریم میگیم خاطره ها میاد. دانشجو بودم، بین تابستون تا ترم بعدی شروع بشه رفتم ایران. بعد که داشتم برمیگشتم، فکر کنم سال اول بود، داشتم برمیگشتم، مام بابام برام یه عالمه پسته و نمیدونم بادوم و از این چیزای قدیمی هست اصفهانی. چقدر اتفاق آشناست برای من. آره روش چی داره؟ خراطی داره، از این جعبه هایی که روش نمیدونم صنایع دستی، واقعا اسمشو نمیدونم، صنایع دستی، از اینا خریده بودن. اینا گفتم اینا چی؟ گفتن نه اینا رو بده به استادت، خوشحال میشه. دقیقاً همون مایندستی که مثلا میرفتی سفر برای رئیست یه چیزی میبردی و اینا، میگفتن خب نه اینا رو ببر برای استادت. گفتن نه بابا اونجا اصلا اینجوری نیست، من برم چی بیام؟ نه ببر دیگه. منم انقدر با خودم کلنجار رفتم که نخوردی، یه مقدارش باید خودت می‌خوردی. یه مقدارش بخورم، مثلا از 1 کیلویی که به من داده 1 کیلو 2 بسته کوچیکشو برداشتم و خلاصه تق رفتم در استادی که حالا یه استادی بودش که از همه بیشتر من دوستش داشتم و اینا، رفتم در رو زدم و گفتم که کلی با خجالت نه، همش احساس میکردم من دارم به این رشوه الان میدم، این نکنه مثلا من فکر کنه که من به خاطر این دارم اینا رو میدم که نمره میخوام و اینا. تعجب نکرد خیلی اصلا الان گفتم الان خیلی تعجب بود، ولی خیلی اوپن مایندد بود، خیلی حال کرد، خیلی خوشحال شد. پسته رو که دیدش گفت به به اینو با آبجو میتونم چه حال کرد.
آره بعد ماما میگفتن دیدی این سری هم اومدی یه سری گفتم نه دیگه بس دیگه نمیخوام. آره مطمئنا خوشحال میشن ولی خب انقدر این چیز نرمالی نیستش. نه خب خیلی هم عالی، جالب بود. آره جالب بود، خیلی جالب بود. مطمئنم همه تفاوت‌ها رو نتونستیم به یاد بیاریم، به خاطر بیاریم. احتمالاً اگه حالا اپیزود شبیه این بریم بازم میتونیم در موردشون حرف بزنیم. یه سریشون که به نظرم جا داره خیلی بیشتر حرف بزنیم، مثلا در مورد فیکا به نظرم یا در مورد غذا باز چندین جلسه میتونیم در موردش حرف بزنیم. آره حتما. آره خب باشه تا اپیزود بعدی. فعلا خدافظ.